سلام در بیننده هایشیم کسایی که ما از چینل میگیرن. اولا که خوشم دین خود شما ده نفر. من خودم از برلین ام. نام فروشگاه من هست به نام رویا. دوستان عزیز، اونطوری که در تصویر میبینین بفرمایید. سلام دوستان بیننده های عزیز، امیدوارم که جور صحت مند باشید. هر کجا که هستین امید خوشحال باشید. عزیزان بازم خوش آمدید در یک برنامه دیگه، در یک ویدیو دیگه. جسم بیننده هستیم، ما در خانه نیستیم، در یک فضای آزاد هستیم. آمدیم امروز هم میخوایم در یک جشن دیگه شرکت کنیم که ما بیننده باشیم که ما در کجا میریم، چی جشن هست و چی برگزار میشه. قسمی که بیننده هستیم دیگه، ما اینجا فعلا اینجا در اتوبان استراحت می‌کنیم دیگه، ببینیم که تا کی را در همو جایی در جشن میرسیم. شما تا آخر برنامه را با ما باشین تا ما در جشن در برنامه میرسیم. عزیزای دل شما برین از خیر سیر خو لایک کن، سابسکرایب کن، چینل ما را حمایت کن تا ما بتونیم ویدیوهای خوب و جذابتر برای شما بیننده ها نشر کنیم. تا پایان برنامه با ما باشین عزیزای دل که ما در کجا روان هستیم. حتما از این برنامه ها به شما لذت میبریم دیگه. خب دیگه تازه به خیر حرکت کردیم. یک در 20 دقیقه اینجا یک پاوزه، یک استراحت داشتیم دیگه. الان به خیر دوباره حرکت کردیم سین طرفی مقصد. این ترولیام اینجا در مقصد که هم در استراحت کردن اینا. او یواش یواش را بفتیم ببینیم ساعت چند میرسیم. مسیر را دور است. در اتوبان باید یک دفعه یک استراحت داشته شیم تا آقای راننده یه نفس تازه کنه به قول ایرانیا. Nach 300 Metern einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um halb rechts auf Bremer Damm abzubiegen. دیگه خدا را شکر به خیر رسیدیم در مقصد عزیزا. دیگه یکو 2-3 دقیقه دیگه انشالله میرسیم. فعلا داخل شهر هستیم. Einen der zwei rechten Fahrstreifen benutzen, um halb rechts auf Bremer Damm. داخل. خب سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند و سر حال باشین. دوستای امروز اومدیم در یک محفلی که به خاطر شب یلدا برگزار شده. دیگه بریم داخل ببینیم که اینا کی هست اینجا. دیگه با ما باشین دوستان. تلاش با مدیر وی صحبت کنیم دوستان. خب دوستان اینجا یک نمایشگاه لباس برگزار شده. دیگه از برادر عزیز میشنیم خود معرفی کنه که چی گفتنی. سلام دوستای عزیز، من علی موسیمی هستم. خدمت شما باشم. من علی موسیمی هستم. پست من به نام سلسال است. دیگه لباسایی که میبینین هر مدل لباسی، عکس و نموقام، کفش و کیف و خلاصه کشته و لباسای دیسکو و هر چیزی، لباسای شیشه و هر چیزی که خواستیم ما در خدمت است. این فعلا دا هانوفر هستین شما این نمایشگاه برگزار کردین. مثلا بیشتر دکان دارین اینجا یا چی رقم از کجا میین؟ آنلاین سودا میکنیم. آنلاین سودا میکنین؟ آنلاین هستم در تیکتاک و جای زیاد سودا. بسیار عالی. در تمام کشورهای اروپایی میتونید پست کنین دیگه. دیگه در کشورهای اروپایی پست میتونم، مثلا انگلیس، حتی کانادا و آمریکا. بسیار عالی، بسیار عالی. دوستا اینجا هر نوع لباسی زنانه، مردانه، دیسکو، گلدوزی، شیشه دوزی، هر لباسی داره.
اینیا کس لباس های دیسکو است کامل. اینایش کلا دیسکو است. اینی دیسکو است. دیگه برای موتر هم اگر کسی خواست اینما برای موتر است. بچه قشنگ. دیگه کشته است، کشته وطن، کشته جاغوری است. دوستا کشتهش من خودم هم گرفتم، واقعا کشتهش خیلی عالی است دیگه. دیگه لباس های شیشه است. خرود هم داره نه؟ خرود خلاص شده متاسفانه. دارن میارن دیگه. خیلی مشتری داره خوب مصرف. دیگه خرود خیلی زیاد مشتری داره صدقه پیدا شد. کشته جاغوری مثلا کشته شیرین، کشته تروش. میتونیم بگیریم بخوریم نشان بدیم اینجا پس کشتهش واقعا عالی بود. کشتهش ما خودمون گرفتیم، کشتهش بسیار خوب. دیگه اینی چیزا را که برای موتر است، پیش موتر واقعا خیلی قشنگ زینتی. اینا را خودتون درست می‌کنین؟ نه، اونا را از پاکستان آورد. از پاکستان میاد؟ این لباساشون بیشتر از پاکستان میاد از افغانستان؟ نه، اونا را فقط از پاکستان آوردم، ولی اینایش کسا لباسا کلا از کابل میاد. از کابل ها؟ لباسایش از کابل. بسیار عالی. اونا کسا کشته و این چیزا کسا کلا از وطن میاد. دوستا تزریهای خیلی قشنگ داره. بسیار زینتی، مقبول، قشنگ است. اینا قیمتاش چندیه؟ قیمتاش اینجا کسا 15 یورو است، مثلا اینی است 30 یورو است. 30 یورو. اینو کسا دوستا اینا هم قشنگ افغانستان رو جور کرده، خیلی قشنگ دیزاین‌های مختلف داره. خب من ما دربی میگیریم تو قد خواهر ما صحبت که این طرف هم لباسا را من اینی را من گتو بگم. سلام علیکم. سلامت. جی میکروفون خدمت شما باشه. سلام در بیننده هایشیم، کسایی که ما را از چینل میگیرن. اولا که خوشم دین خودم شما ده نفر، من خودم از برلین ام. نام فروشگاه من هست به نام رویا فیشن. برند رویا فیشن در تیک تاک، اینستاگرام فعالیت دارم. بیشتر لباسا رو میتونیم از طریق آنلاین به فروش برسونم، ولی خوشحالم که امروز دوستا از نزدیک 10 نفر میگیرنم. لباسای دیسکوگی خواستین، از مردانه خواستین دیسکوگی، زنانه، چادرای دیسکوگی، شلوارای دیسکوگی، واسکدای مردانه، هر نوع سفارش دیگه یک از افغانستان شما داشته باشین ما میتونیم بلدشیم فراهم کنم. و از قبل کشته هم کسته از خود جاغوری هم ده، کشته شیرین و کشته تروش کسته موجود است. دوستا اگر خواستن من میتونم بلدش پست کنم، من میتونن حضوری بگیرن دیگه. خوشحال شدم که شما را از نزدیک ملاقات کردم یا وش کردم. سلامت باشه. همچنین من خیلی خوشحال شدم، همیشه پیجایتون رو نگاه میکردم از طریق تاک اینا، ولی خوشبختانه امروز خیلی خوب شد که از نزدیک تو رو دیدن کنم. من خوشحال شدم. دوستای عزیز دیگه، کسایی که کشته مایل هستین بفرمایین. کشته شیرین خیلی هم ترتمیز عالی، اجازت نداره که شما در افغانستان درد سر بکشین یا در کشورهای پاکستانی ناک برایشون پست کنه. همینجا نزدیک آبجی عزیز برای شما متر فوری با قیمت مناسب برایشون در هر کجای کشورهای اروپایی که باشیم برایشون پست منه. خیلی هم کشته عالی، مثلا از طریق لباسا و لباسای دستکوب و گلدوزی و مردانه، زنانه، طفلانه، هر جور لباسی که نیاز داشته باشین آبجی برایشون آماده تهیه داره. مثل برای محفلی، برای عروسی، لباسای هزارگی دیگه از هر مدل، از هر دیزاینی که بگین اینجا موجود است. عزیزای دل دیگه نگاه کن، مخصوصا این برای شب یلدا دیگه خیلی قشنگه، لباس محفلی. نگاه کن دوستا، هر نوع لباس که نیاز داشته باشین آبجی اینجا موجود داره. اینه عزیزا، این دیزاین مردانیش هست، کلا با وسکتش شیشه کاری. کتبا زوجای موفق که نامزاد منین یا عروسی منین بفرمایین، تا دیر نشده دابجی پیام بدین، زنگ بزنین، سفارش بدین که آبجی برایشون روان کنه. آبجی جان قیمتایش چندیه اینا؟ اسکت با کلاه خود با هم هست 50 یورو. 50 یورو. پولی پوست چند با شما یا؟ نه، ما فقط قیمت لباس ها رو میگیم. پولی پوست داخل آلمان 5 یورو یا بیرون از آلمان 10 یورو.
داخل آلمان 5 یورو. داخل آلمان 5 یورو است، بیرون از آلمان هم کسته 10 یوروه. اینم زنانیش هسته، لباس زنانیش گلدوزی آبجی دستگوگه. نه ماشینی است. این ماشینی است، خیلی هم اصلا فرقش نمیشه که این ماشینی است مثل دستوزواری است. این کولای شیبا اسکت مردانیشی اینجا دیدین که رنگ خیلی قشنگ داره دستای عزیز. دیگه قسم کابجی گفت داخل آلمان پستش 10 یورو است. 5 یورو است. ببخشید من کم گرانتر بیرون از آلمان کسته 10 یوروه. بیرون از آلمان 10 یورو، داخل آلمان 5 یورو. قیمتش هم خیلی خوب است. دیگه افغانستان اینا قدم سفارش میده خیلی گران تمام میشه، ولی اینجا با قیمت خیلی خوب بفرمایین. هر مدل هر دیزاینی که بخواین نگاه کنید عزیزا. این شلوارای زنانه با کتابش با چادرش هر نوع هر دیزاینی که بخواین اینجا موجود است دیگه عزیزا. شدین این لامپ غمش بخوره که طریق آمده بود ما دوباره مزاحمش میشیم. اشکال نداره خیر.